نشست نوبتی مطبوعاتی با اشتراک نمایندگان واسطه اخبار عامه در بینای ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق دایر گردیده. از طرف رهبریت این مقامات معلومات مفصل عاید به فعالیت 6 ماهه هیئت متخصصان این نهاد به روزنامه‌نگاران مورد ارزیابی قرار داده شد. دوره که ذکر گردید در این دوره در سمت نظارت استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی، پیشگیری و آشکاری جنایت و حقوق ویرانکننده کروپسیونی، رعایت حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند کارهای معینی به انجام رسانیده شده است. چنانچه از طرف متخصصان شعبه نظارت دولتی مالیوی ریاست طی 6 ماه سپری شده در مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی و دیگر سوبیکت‌های خارجگرداری 67 تفتیش و سنجش‌های مالیوی گذرانیده شده با مبلغ 19.5 میلیون سامانی ضرر مالیوی آشکار و از آن در این دوره 19 میلیون سامانی برقرار کرده شده است. از ضمن قید گردید که در این مرحله از جانب متخصصان ریاست به سنجش‌های بی اساس و تکراری راه داده نشده، همزمان مهلت تفتیش و سنجش‌ها قطعاً رعایت کرده شده است. ذکر گردید که فعالیت خدمتی شخصانی به جوابگیری جنایتی کشیده شده نشان می‌دهد که آنها به نمایندگان زیرساختارهای وزارت و کمیته ها، مقامات‌های اجرایی حاکمیت دولتی و زیرساختارهای آن، شبکه‌های تقسیمات و فروش برق و دیگر اداره‌های کارخانه‌های دولتی، همچنین سوبیکت‌های خارجگرداری غیر دولتی، صاحبکاران انفرادی و شهروندان تعلق دارند. دوره که تاکید گردید کارمندان ریاست بهره بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی نیز کارهای فهماندهی و تشویقاتی و تبلیغاتی را برآورده، با اهالی و نمایندگان تشکیلات و مؤسسه‌ها و اداره‌های دولتی صحبت و واخوری‌ها دایر نمودند و همچنین طریق واسطه‌های اخبار عامه چون روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون برآمد و موادهای چاپی نشر کرده شده است. سپس به مسائل مراغ ظاهر کرده روزنامه‌نگاران و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه که فراگیری سمت‌های مختلفی فعالیت ساحه بود، رهبریت و متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق روشنی انداختند.